به نام خداوند بزرگ و تعالی، هموطنان نهایت عزیز و گرامی، به کانال آموزشی شبکه و ترفندها خوش آمدید. دوستان نهایت عزیز، ما این شبکه را به خاطر ترتیب کردیم که چیزی کمک کنه برای دانشجویان عزیز که در رابطه به علم فناوری و علم تکنولوژی تحصیل میکنن و جویای علم فناوری هستند. امروز دنیای تکنولوژی و دنیای فناوری شده و میبینین که میلیون ها انسان از دیجیتال، از علم فناوری، از دانش تکنولوژی، از دانش اینترنت بهره‌مند میشه، سود میبره، کاروبار و بازرگان و تجارت خود پیش میبره. در این رابطه یک سوال خیلی خیلی مهم و خیلی اساسی بود که بسیاری از دانش آموزان عزیز پرسیده بودند که بالاخره اینترنت از کجا می آید؟ ما استفاده میکنیم، شب روز ما را با این اینترنت میگذرانیم، در شبکه‌های اجتماعی، در کاربار دفتری، در کاربار شرکت های ما، بالاخره ایمیل های ما و تمام سر حساب امروزی دنیای امروزه شما میدانید که همگام با فناوری پیشرفته است. از این خاطر خواستم که یک کوتاه یک آموزش را شریک بسازم که اینی پرسشی که ایجاد شده که اینترنت از کجا می آید، کجا میره، اینمی حل شود. امیدوار هستم که حل کرده. پرسش اول در رابطه با تاریخچه اینترنت صحبت میکنیم. تاریخچه اینترنت برمیگرده به سالهای 1960. در سال 1960 در امریکا به بار اول در ایالت کالیفرنیا 4 کامپیوتر در 2 ایالت مختلف با هم متصل شدند که به نام ارپنت بود، پروژه آژانس پروژه تحقیقاتی پیشرفته. هر کس اونجا کامپیوتر شخصی نداشت و بعدا در سال 1961 همونطور نظر به پیشرفت و تحقیقات کامپیوترها به نام مینفریم ایجاد شد که اینها و همین دانشمندا کوشش کردن که یک شبکه را ایجاد کنند که بالاخره سهولتر و آسانتر و آسان شود برشان. در این زمان ارتباطاتی وجود نداشت، شبکه های وجود نداشت و یک شبکه کوچک هم که درست کردن او را از طریق کیبل درست کردن. خب زیاد پرحرفی نشه، میم بر بالای از که اینترنت از کجا می آید و کجا می آید. اینترنت خودش معنی اینترنت، انتر یعنی میان، نت یعنی نتورک، یعنی شبکه میان شبکه، یعنی شبکه از شبکه، نتورکینگ آف نتورک، یعنی شبکه از میان شبکه ها ایجاد شده. یک، صاحب اصلی ندارد، کسی صاحب اینترنت نیست. خب صاحب اصلی هم نداره و یک شبکه بین شبکه ها هم است. خب ما چگونه وصل میشیم؟ بالاخره یک جای خوب باید باشه، در یک ذخیره‌گاه، در یک کامپیوتر، در یک جای خوب باشه که همگی وصل هستند. بله، اینترنت یک شبکه جهانی است که با میلیون ها کامپیوتر، سرورها از طریق کیبل های فایبر و ماهواره با هم متصل شده. اگر ما یک اینترنت از ISP میگیریم و ما یک شبکه درست میکنیم، 500 کاربر یا 1000 کارمند، خب ما یک شبکه درست کردیم. خب بالاخره ما صاحب اینترنت شدیم دیگه. خب شبکه ما صاحبش هستیم. ISP که صاحب شبکه ما نیست، ISP صاحب شبکه خود است و ISP هم از کسی که اینترنت گرفته صاحب از اوست. پس بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اینترنت صاحب مشخص نداره، شبکه بزرگ جهانی است با استفاده از میلیون ها کامپیوتر، سرورها از طریق زمین، کیبل فایبر، از طریق هوا، ماهواره. خب وقتی ختم میشه، خب یا کیبل ختم میشه یا فایبر ختم میشه، یا اگر ارتباطات ما یا کانکشن ما از طریق وای فای یا وایرلس باشه که در بحث های آینده روش بحث میکنیم، شاید مشکلات از اونجا باشه، مشکلات زیادی است. تمامی ترفندها را انشاءالله در ویدیوهای بعدی به شما شریک میسازم. خب پرسش اصلی هم
در اینجا واقع میشه که آها وینتسرف یک شخص بود همراه باب کام که بر اساس TCP/IP این دو نفر پروتکلی را ایجاد کردن که بعداً اینترنت توسعه پیدا کرد. TCP/IP پروتکل ها اینا یک بحث جداگانه است که در ویدیوی بعدی انشاءالله خدمت شما قرار خواهیم گرفت. وقت و روزتون خوش، سلامت باشید.